خواهران عزیز، امیدوار هستم که شما اینجور بسید باشید. ما امروز در افغانستان اولین روزی سیاه در زیر حکومت طالبان را شده. من می‌خواهم که آینده از این مملکت باید واقعا قلب ما درد داره. احساسات ما بدون کنترل نیست. بیست سال به این موقع زحمت کشیده شد. ما به دست آمدهای 20 سال در یک شب من بندم فقط خدا میفهمم ما چقدر درد داریم، چقدر قلب ما ناروغ است. ما یه اشوای گریه بخاطر ترس نیست، بخاطر اینکه قلب درد گرفته به مملکت زیبای ما به دست شیر افراطی یک طالب تمام ارزش‌هایی که برای از مملکت از بین کل دنیای باز بالا تنها می‌کنه. اما دنیای ما حامی پشت بان شما هستیم. در بدترین شرایط و سخت‌ترین شرایط مردم افغانستان را تنها گذاشتن رفتن. و نمی‌فهمم این وضعیت چی میشه. آیا ما در دل حکومت طالبان چه قسم سپری بودیم؟ امروز این ویدیو رو برای شما دوستان ثبت کنم. در تاریخ می‌خوایم بماند. می‌خوایم بماند که دوستای شما، عزیزان شما در ایران امروز تنها و تنها در میدان باقی ماند. ما میدان رو رها نمی‌کنیم. هستیم با قوت بیشتر مبارزه می‌کنیم، در کار خداوند ادامه می‌دیم. اما این رو بدانید اگر امروزی که نبود دور هم بود یا ما در بین شما نبودیم، یک حرف‌های از قلب ما، از قلب ناگفته ما برای شما خوبی می‌کنیم که چقدر این روز برای ما سخت ما میشه. اگر کسی از ما خوبی ما، اگر فرزندای ما، اولادای ما خوبی ما، پای شما از شما شمایی است که تنهایشان نگذارید، احوالشان را بگیرید، نگذارید تنها بگیرید. ببخشید که احساساتی شده از ما درد دارم. این به عنوان یک یادگار برای تمام شما دوستان می‌فرستم. امیدوار هستم که جور به صحت من بشه، در پناه خداوند، در پناه پدر آسمان بشه.